خانم ها رو در کل نمیتونیم از جامعه حذف بکنیم، چون اساس یک جامعه را در پهلوی مرد هاست. خانم ها هم هستن که تشکیل میتن، یک مادر باسواد میتونه یک جامعه باسواد تشکیل بده. حاکمیت طالبان حقوق زنان کاملا پایمال شده است. بیش از 2 میلیون دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب باز مانده است، از رفتن به دانشگاه باز مانده است و همین کار برویشان بسته شده است. زنان شاغل از کار باز مانده است، اونا نتونستن به دخترها به درس و تحصیلشان ادامه بدن، پنتونا بسته شد و از نظری که ما میگیم حقوق زن از نگاه دین اسلام با مردان برابر است و این تمام حقوق زنان از نظر دین اسلام تحت نام اسلام توسط حکومت امارات اسلامی پایمال شده است و زنان از هیچ نوع حقوق انسانی فعلا که در افغانستان زندگی میکنن بهره مند نیستند.